سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. بنده آرش بهدادفر هستم. خیلی خوشحالم در یه جلسه آموزشی دیگه در دانشگاه وب در خدمتتون هستم. امیدوارم تا اینجای کار تمرینان رو انجام داده باشید و به مباحث مسلط شده باشید. خب پیرو به مباحث قبلی من PHP Storm رو باز میکنم. این جلسه میخوام راجع به لیست ها صحبت کنم باهاتون. در HTML5 برای ایجاد لیست ما دو نوع تگ داریم. یکی تگ OL که برای آیتماش از تگ LI استفاده میشه. مثلا من میذارم آیتم 1 آیتم 1 آیتم 2 آیتم 2 و آیتم 3. یه خروجی میگیرم ببینید که به ترتیب اومد آیتم ها رو قرار داد. حالا برای اینکه واضح تر دیده بشه من عددا رو ور میدارم، به حروف می نویسم آیتم اول، آیتم دوم و آیتم سوم. میبینید که خیلی مرتب آیتم اول، آیتم دوم، آیتم سوم خودش شماره بندی کرد. و روش دوم برای ایجاد لیست در HTML استفاده از تگ UL هستش. من همین الایه رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم و سیو میکنم و یه خروجی میگیرم. میبینید که بر حسب یک بولت اینها رو از هم دیگه جدا کرده. خب پس فرق OL با UL در این شد که OL مرتب و منظم تحویل میده ولی UL بر حسب یک بولت جدا سازی میکنه. حالا اتریبیوت این تگ ها چیا هستن؟ من میرم داخل تگ UL می نویسم تایپ. ببینید آیه بزرگ بر اساس حروف یونانی اینا رو جدا کرد. حالا می نویسم آیه کوچیک، حروف یونانی کوچیک. من آیه بزرگ میذارم ABC جدا کرد. آیه کوچیک میذارم ABC کوچیک جدا کرد. خب ما یه سری تگ ها در HTML داریم که نیازی به باز و بسته شدن نداره، مثل تگ BR، مثل تگ HR. ببینید من الان میام اینجا پایین OL یه تگ HR میندازم و همینجا میبندمش، یه اسلش میزنم و میبندمش. این چه کار انجام میده؟ این میاد یه خط افقی برای ما میندازه، یک خط افقی بر ما میندازه. ببینید اینجا ما تگ LI رو باز میکنیم، اینجا میبندیمش، ولی تو تگ های مثل تگ های HR BR نیازی نیست که تگ رو باز کنیم، تگ رو ببندیم. تگ باز میشه و در داخل خودش هم بسته میشه. بعد اینجا یه سری اتریبیوت میتونیم بهش بدیم مثل کالر. البته این روش منسوخ شده است، باید از CSS استفاده کرد، به خاطر همینه که روش خط میزنه PHP Storm. مثلا من میذارم رد، یه رفرش میکنم.
میبینید که به رنگ قرمز در اومد. یه اتریبیوت دیگه داره به اسم سایز، میذارم 5 مثلا. یادتون باشه همیشه سایزهایی که ما در HTML می نویسیم بر حسب پیکسل هستش. میتونید PX هم بنویسید، هیچ فرقی نداره، ولی اگه نزنید دیفالتش همون پیکسله. ببینید این کارو میتونم بکنم، میتونم یه کار دیگه هم بکنم، مثلا بگم 500 پیکسل. میبینید که ویدش شد 500 پیکسل. یا مثلا میتونم ویدش رو بکنم 50%. میبینید که 50% تغییر کرد. ولی من میذارم رو همون 5 پیکسل باشه. یه اتریبیوت دیگه داریم به نام وید. اینجا شاید این مبحث پیکسل و درصد بیشتر دیده شه. من ویدش رو میذارم 500 پیکسل. با هم دیگه رفرش میکنیم، میبینیم که این شد. وقتی که صفحه رو من کوچیک میکنم، میبینید من یه اسکرول افقی هم دارم میخورم. حالا واسه اینکه اینجوری نشه چیکار میشه کرد؟ مثلا به جای 500 پیکسل میشه گذاشت 50%. ببینید وقتی من اندازه عرض صفحه رو تغییر میدم سایزش تغییر میکنه، کوچیک میشه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، بزرگ میشه. اینجا این مباحث پیکسل و درصد رو باید حتما به خاطر بسپارید و فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. تمرینان رو حتما انجام بدید. اگه سوالی بود تو بخش کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.